دوستان عزیز سعی کنین که کمون رو در راستای دسته قرار بدین. اینجا انگشت رو روی نخ قرار میدین. وقتی انگشت روی نخ قرار دادین کمون آزاد میکنین و یه پرتاب انجام میدین. اجازه میدین تا نخ کامل تومه بره و ته‌نشین بشه. وقتی که تومه ته‌نشین شد اون موقع آروم آروم شروع میکنیم به جمع کردن. ببینین الان هنوز ته‌نشین نشده. الان کمون رو برمیگردونیم و آروم آروم شروع میکنیم به جمع کردن. دوستان عزیز دقت کنید که نوک چوبتون باید مماس بر آب باشه، نوکش پایین باشه، رو به بالا نباشه و تومه وقتی حرکت میکنه حالت یه ماهی زخمی رو داشته باشه.